سلام، وقتتون بخیر. امروز 18 آذر هستش و ما یه ویزای داغ از ایتالیا داریم برای مشتری عزیزمون. خیلی خوش اومدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب خودتون رو معرفی کنید. امیر فرشاد نخعی هستم، 28 ساله، از کرج. رشته تحصیلیتون تو ایران چی بود؟ رشته تحصیلیم علوم تجربی بود، دیپلم علوم تجربی داشتم با معدل 1741. اینجا وارد دانشگاه شده بودید شما، درسته؟ بله، وارد دانشگاه شده بودم. ولی خب خواستید از اول کارشناسی بخونید برای ایتالیا. دوباره برای کشور ایتالیا برای کارشناسی اقدام کنم. یعنی حدودا شما 10 سال گپ تحصیلی هم داشتید با این وجود؟ بله، من 10 سال گپ تحصیلی داشتم، ولی خب این موضوع خیلی موضوعی بود که واسه من خیلی جای سوال بودش، خیلی استرس داشتم. یادمه چون مشاورتون فکر کنم با خودم بود که صحبت کردیم و یادم خیلی اظهار نگرانی کردید بابت گپ تحصیلیتون. یعنی آره، فکر می‌کردم که شاید خیلی ریسک زیادی داشته باشه این مقدار گپ تحصیلی، ولی خب با راهنمایی و مشاورتی که شما به من دادید خواهش میکنم خیلی خوب همه چی پیش رفت. گپ تحصیلیتون چجوری توجیه شد یادتون هست؟ با نامه‌کارهایی که داشتن، جاهایی که کار کرده بودم، با سابقه کار کامل توجیه شد. توجیه کردن گپ تحصیلی. خب پس سر گپ تحصیلی هم به مشکلی که اصلا بر نخوردیم؟ نه، خوشبختانه اصلا. خب از چه دانشگاهی پذیرش گرفتید شما؟ دانشگاه ساپینزا شهر روم، رشته گلوبال هیومانیتیز. البته 3 تا پذیرش داشتی؟ 3 تا پذیرش داشتم، ولی خب 2 تا دانشگاه بود. آره، یه دونش ساپینزا گلوبال هیومانیتیز بود. بله. بعد 2 تای دیگه هم از مسینا بود. بله. بیزینس منیجمنت بودی و پولیتیکال ساینس. درسته، دقیقاً. که کدوم انتخاب کردی شما؟ من ساپینزا گلوبال هیومانیتیز رو انتخاب کردم با توجه به حالا خود شهر روم و اینکه حالا دوستان من بیشتر تو اون شهر هستن، میتونن ارتباطات خوبی داشته باشن. ساپینزا هم هیچ مشکل بورسیه‌ای نداره در جریانش باشی. آره، اونم بورسیه‌اش اوکیه و تحصیلت هم کامل رایگان میشه. نهایتا فکر کنم از 3 ماه بعد از ورودت هم بورست رو برات واریز بکنن. پروسه اجرات چجوری برگزار شد؟ یه خلاصه‌ای از پروسه به من بگو. پروسه اجرا حقیقتاً من از طریق یکی از دوستانم شرکت حامی مهاجر به معرفی شد که خودش هم الان اقدام کرده، از طریق همین شرکت آمریکا هستش. به من معرفی کردن این شرکت و من گفتم که قصد دارم مهاجرت کنم. اومدم یک جلسه مشاوره با خود شما داشتم راجع به کشور ایتالیا. هر سوالی بوده شما به من گفتین، هر سوالی داشتم شما خیلی شفاف به من گفتین مراحل چجوری باید طی کنم، چه چیزهایی میتونه ریسک داشته باشه، چه چیزهایی رو باید کامل انجام بدم، چه ددلاینایی داره. همه رو خوشبختانه سر تایمش همونطوری که با هم دیگه بسته بودیم انجام شدش. آزمون تافل رو دادم. تافل چند شد؟ تافل 98 شدش. خب بعدش اطلاعاتی که برای پر کردن CV و انگیزه نامه بودش، SOP بودش برای شما فرستادم. نگاریش رو شما خودمون برات انجام دادید، درسته؟ 100% نگاریش‌ها رو بعد شما و خانم سوتودیان انجام دادم برای من. راضی بودید از پروسه اجراتون؟ بله، بسیار عالی. همه چیز سر تایم، همه چیز بدون استرس خیلی خوب انجام شده. خدا رو شکر. و بعدش هم آزمون تولک انجام شد و دیگه رفتیم برای آزمون تولک. چجوری بود برات؟ میزان سختیش رو بهم بگو. میزان سخت نسبت به آزمون تافل خیلی آسان تر بود، ولی خب لحاظ سختگیری‌هایی که هنگام خود آزمون انجام میشه آنلاین هست، سختگیریاش کمتر. از نظر آکادمیک چیزی بود که اصلا تو ایران کسی نخونده باشه؟ نه اصلا، نه. هر چیزی که بودش ما اینجا خودمونم تحصیل کردیم، خونده بودیم. اتفاقا نمونه سوالاتش هم خود شما زحمت کشیدین واسه من فرستادیم. اون نمونه سوالا رو کار کردم و با توجه به همون نمونه سوالا رفتم و خوشبختانه اونم جوابش اومد، پذیرش گرفتی. آره، پروسه ویزا چقدر طول کشید؟ والا پروسه ویزام امسال یکم ویزامتریک لحاظ تایمی شلوغ بود. امسال خیلی شلوغ بود. متقاضی خیلی زیاد بودن. فکر کنم تقریبا 3 ماه و نیم طول کشید پروسه ویزا گرفتنم
ولی خب خوشبختانه تقریبا 2 هفته پیش بود که به من وقت دادن، رفتم مدارکمو تحویل دادم و 17 روزه جواب ویزاتون اومد. بله 17 روزه. خب خیلی خوب بود. از تایمی که اون وقته اولیه کم زمان برد، بعد که رفتی سفارت 17 روز بعدش صادر شد ویزات. مصاحبه داشتی تو سفارت؟ مصاحبه خیر نداشتم، مدارک کاملا تکمیل بود، چیزی رو فقط مدارک ارائه دادی، تمکنم ارائه دادم و به من گفتن که مدارک تکمیله، تشریف ببرید جوابو براتون ارسال میکنم. های مهاجر رو به دوستای دیگه‌تونم معرفی می‌کنی؟ 100% قطعاً. یعنی من هر جا باشم بخوام صحبتی بشه قطعاً هم تعریف میکنم از پرسنل و همچنین شرکت خوب حامی مهاجر، حرفه‌ای، کاربلد. حتما هر جا باشم یاد شما میکنم و هر کسی دوستی آشنایی بخواد که اقدام بکنه بر مهاجرت، قطعاً اولین انتخابی که من بهشون میگم بکنن حامی مهاجر. خیلی لطف دارید، خیلی خوشحالیم براتون. انشالله هر جا که هستید موفق باشید. زنده باشید. این پاسپورت هم خدمت شما. خیلی از شما خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون.